یه آنباکس دیجیتال دیگه با من خوش اومدین. انقدر هیجانشو داشتم که با هم بازش کنیم تا از دانشگاه رسیدم و دیدم بسته‌ام رسیده، گفتم بیام با هم آنباکسش کنیم ببینیم چیا خریدم. تفاوت این آنباکس چیه؟ 3 تا بسته داریم ما. بلو بانک هم رسید. اول بریم بلو بانکو بازش کنیم. تو رو خدا بسته بندیو. جی بیجشو سفارش دادم. این رنگ خیلی قشنگه. البته نوشته بود روز گل ولی بهش فرستاد. دوباره بهش فرستاد. بریم سراغ این بسته. اولین آیتمی که گرفتم یه استند خیلی شکیل و خوشگله. باز کنم ببینم. عاشق اینم که بسته سالم میرسه دیگه. کاملا جادار. از اونجا که لوازم آرایشی من زیاده دیگه اون استند بزرگ قبلیه کفاف نمیده. پس یه استند دیگه سفارش دادم. بریم سراغ اصلیه. لایک و ساب یادت نره ها. دارم تهدید میکنم. لایک و ساب یادت نره. بریم ببینیم زیر 200,000 تومان دیگه چیا گیرمون اومده. اولین آیتم یه دونه گلس خریدم برای گوشیم. گلسم حباب افتاده زیرش. از بس از دستم میافته گوشی. اولین چیزی که گذاشتن این پده که اول تمیزش کنی و این برچسباس فکر کنم از اینه که میزنه روی گوشی که حباب نیفته. و خود گلس. بریم سراغ آیتم بعدی. خوشم اومد که دستمال چسب گذاشته بودن. فکرم چی کردن. آیتم بعدی خیلی دوست دارم. ای خدا فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه. از این گوشگیراست. بگیم بهم میاد. خیلی هیجانشو داشتم. خیلی قشنگه. یعنی همه چی اوکیه. من گفتم الان مثلا پشماش کمتره. گرم نگه نمیداره ولی هم دوخت تمیزی داره. روی دوخت خیلی حساسم من. هم دوخت تمیزی داره هم خیلی قشنگه. دوستش داشتم. آیتمی که منتظرش بودم رسید و خیلی قشنگ بود. پیشنهاد میکنم شما هم بگیرید. از این به بعد زمستونه دیگه مراقب خودتون بیشتر باشین. سلام.